با سلام مجدد خدمت همه دوستان و شنوندگان محترم. فرهاد مرندی علمداری هستم، معلم و محقق تاریخ. به اصطلاح قسمت سوم از این تشکیل سلسله صفویه رو من حالا کوتاه مختصر میگم تا برسیم به مراحل بعدی. خب گفتیم که شاه عباس نتونست به اصطلاح برای خودش جانشین لایق و قابل اهمیتی رو، قابل ارزشی رو در واقع پرورش بده و به جای خودش بذاره. در صورت 4-5 تا پادشاه میان، چون میگم برای از هر کدومش کتاب ها نوشتن، برای هر دوره نمیشه که در واقع اینجا همه رو بخوایم بازگو کنیم، شاید چندین ماه باید صحبت کنیم. فقط اینو بگیم که شاه سلطان حسین آخرین پادشاه رسمی و در واقع قانونی صفویه بود که به پادشاهی میرسه. خب در دوران او اصلا قضیه و شکل زندگی پادشاهان، سربازان، سپاه و در واقع نیروی نظامی صفویه کاملا دگرگون شده بود. چندین سال گذشته بود، دوران‌های مختلف گذشته بود، پادشاهان مختلف اومده بودن تا اینکه رسیده بود به شاه سلطان حسین. اولا در دوره شاه عباس کبیر یا شاه عباس اول، قزلباشا هم سران حکومت بودند تقریبا، هم سران ایلات و ایالات بودند، هم فرمانده های نظامی بودند. بنابراین شاه عباس اومد از قدرت قزلباشا در واقع کاست، یعنی از اونا رو از حکام ایالات برداشت و فقط به اون امر نظامیگری اونا رو واداشت و در واقع سپاه صفویه هم نذاشت که فقط کلیدی و اون اصلی بیسش این قزلباشا باشن، بلکه از دیگر نیروهای گرجی، مثلا روسی، ارامنه، اینها هم در سپاه ایجاد کرد، این سپاه دیگر ایجاد کرد و همردی با قزلباشا به اونها هم در واقع بال و پر میداد. بنابراین از اون قزلباش‌های روز اوائل کاسته شد از اون شکل، خب به اصطلاح و کمتر شد. بنابراین همونجوری که پیش میرفت، البته اینجا هم بگیم که در دوران شاه عباس کبیر یک سپاهی، گروهی درست میکنه که حالا این به گروه شاهسوندها یا شاهسوندها معروف بودن. اینا در واقع مریدان اعظم یا بهتون میگیم که مرشد اعظم و مرشد بزرگ همون شاه عباس کبیر میدونستن، خودشونو مریدان میدونستن که عاشق شاه عباس بودن یا مرشد بزرگ بودن و حتی روایت هست که مخالفان شاه رو این شاهسوندها زنده زنده میخوردن، یعنی به اصطلاح نمیذاشتن، یعنی از طریق این شکنجه هایی که میدادن بر صورت اینقدر اینا طرفدار شاه بودن که میگفتن که این شاهسوندها دشمنان مرشد اعظم رو، شاه عباس کبیر رو در واقع زنده زنده میخوردن، یعنی اینجوری بودن که اینقدر عاشقان شاه عباس و از اون بر قضیه اینقدر وحشی مزاج و اینقدر خشن خشونت بار. حالا در رابطه با این میگم گریزی میکنیم یا پرشی میکنیم میریم به جلوتر، چون نمیخوایم دونه دونه بگیم، زمانها میبره. ولی در زمان شاه سلطان حسین دیگه قضیه عوض شده بود، یعنی اینکه به اصطلاح این قزلباش‌ها و نیروی نظامی که حالا مورخان نوشته بودن که شمشیرهای آخته، همیشه آماده و تیز بران صفویه بودن، دیگه اون قزلباش‌ها نبودن، دیگه اون ارتش و سپاه نبود، بلکه اینها دیده بودن که خب بعد از شاه عباس دارن حاکمان پادشاهان ضعیف میان و
آنچنان قدرتی ندارن. اینا هم دیگه دست برداشتن. خب جنگ هم زیاد کرده بودن، در واقع اینها نوادگان همون قزلباش‌های اولیه بودن. بنابراین اینها دیگه شمشیراشون رو در نیام‌ها، در غلاف‌ها گذاشته بودن و دیگه به کار نمی بردن. به جای همون لباس قزلباشی با اون کلاه قرمز، دیگه اونها رو در واقع تا حدی کنار گذاشته بودن. کلاه‌های فاخر، لباس‌های حریر، شنل‌ها و لباس‌های بسیار گران قیمت ماهوت انگلیس بر تن می‌کردن و به اصطلاح نیام و غلافشون مرصع بود، یعنی جواهر نشان بود، مروارید و الماس کاری بود. دیگه شمشیر از نیام بیرون نمی اومد. از اون بر قضیه این از سپاه سلطان حسین دوران این. در اون زمان افغانستان مال ایران بود، یعنی سرزمین های وسیعی بود در زمان صفویه که یکی از این سرزمین ها افغانستان بود که از مال ایران بود، یعنی یک قسمت لاینفک از ایران بود. بنابراین حاکمایی هم که از اونجا خدمت میکردن از طرف شاه اسماعیل از طرف صفویه ها، هم شاه اسماعیل، هم به اصطلاح شاه طهماسب، هم حالا شاه عباس، هم شاه سلطان حسین، اینا حاکمانشون، امراشون به اصطلاح از ایران میرفتن برای حاکمی و برای حکومتداری در افغانستان. خب اینا میدیدن که دربار وضعش خرابه، شاه سلطان حسین در فکر خودشه، خانوادهشه، در فکر به اصطلاح لذت خودشه و اصلا در فکر اونها نیست. اینها هم میدیدن که حقوقاشون کمه و از دربار سلطان حسین هم خبری نمیرسه، بنا نمیرسه. میومدن از مردم افغانستان مالیات های سنگین میگرفتن، به زور مالیات میگرفتن ازشون، پول و گندم و برنج هر چی بود میگرفتن. در صورت اونا شاکی بودن از این حاکم به اصطلاح قندهار، حالا یا کلی افغانستان. اینها چندین بار از طریق نماینده ها، ریش سفیدا، موسفیدا مثلا پیام فرستادن به سلطان حسین که اومدن به دربارش که آقا اینو عوض کن، این ما رو اذیت میکنه، شکنجه میده، میاد به زور از ما مالیات میگیره، ما رو آزار میده. ما مثلا فرض اومدیم 10 کیسه مثلا گندم برنج مثلا درو کردیم، برداشت کردیم، این داره مثلا همه‌شو بر میداره، داره 7 تاشو بر 8 رو داره بر میداره، برای ما چیزی نمیذاره. بنابراین هی میان شکایت میکنن. شاه سلطان حسین که اون پسر مثلا حالا داییش، پسر عمش، یکی از بستگانش بود، اون حاکم قندهار که فرستاده بود، طرفداری اونو میکرد، میگفت نه شما باید گوش کنید به حرف اون پادشاه شماست، امیر شماست. به هر صورت اونها تصمیم میگیرن که خودشون دست به کار بزنن. یعنی اینجا آدم به یاد اون امیلیو زاپاتا مال مکزیک میفته که کارگران اینقدر میان التماس میکنن به اون حاکمشون، گوش نمیدن، تا اینکه امیلیو زاپاتا نامی به اصطلاح ظهور میکنه. اینجا زیادم بی ربط نیست، یعنی به اصطلاح به قول معروف اینجا شخصی به نام محمود به اصطلاح میاد و به قول معروف قیام میکنه و مردم رو متحد میکنه و حمله میکنه به سپاه و سربازای حاکم قندهار. اونها رو خل سلا میکنن، اسباشون رو میگیرن، شمشیراشون و خنجراشون رو میگیرن و این محمود افغان چه کار میکنه؟ این سپاه اندکی جور میکنه و شروع میکنه به حمله به مثلا به ایران. یعنی تصمیم میگیرن، نقشه میکشن، پلنش این بود که حمله کنن به ایران و از طریق شرق ایران میرسن به جنوب اصفهان و حالا تا 40-50 کیلومتری یا بگیم حالا 60-70 کیلومتری اصفهان بودن که به سلطان حسین میگه که وزراش میگن که داره شخصی به نام محمود افغان قیام کرده، داره میاد به سمت اصفهان. خب چون از اونجایی که سلطان حسین هم فردی خرافاتی بود، میگه که خب اگر خدا بخواهد سلطان مثلا محمود افغان پیروز شود، ما به اصطلاح خب میرویم، ایشون پادشاه ایران هست، و اگر
اون خدا نخواهد ما پادشاه خواهیم ماند. با این خرافات و با این حرفا جواب اون وزرا و مشاورا رو میده. خلاصه بگم که نخوام چون بسیار طولانی این قضیه، به قول معروف اونا کم کم نزدیک اصفهان میشن. محمود افغان با سپاه اندکش و اینکه با چند تا اسب بیشتر نبود. تازه جالب، اسبای بدون زین اینا سوار شده بودن، مثلا زین نبود، مثلا آنچنان شمشیر و سلاحی نداشتن. اینا با همین پای برهنه با لباسای ژولیده به اصطلاح با همین نیزه ها و خنجرها و قما و شمشیری که دست آورده بودن، با این اسبا و به اصطلاح قاطر و الاغ و هر چی داشتن راهی اصفهان میشن. بعد تا اینقدر دیگه نزدیک میشن که به سلطان حسین میگن باید نزدیک میشن یه کاری بکن. خلاصه ارتش رو وادار میکنه که به اینها شلیک کنه. اینها با توپ به اصطلاح به اینها میزنن، هدف گیری میکنن. ولی محمود افغان فردی جوانی در واقع عاقل بود، علاوه نقشه جنگی چیزایی میدونست. خودشون و سپاهش رو سریع رسون به قسمت زیر اون آتش توپ. یعنی جوری بود که توپ میخورد به پشت سر محمود افغان. بر صورت اینها میتونن از این به اصطلاح زیر دایره شلیک توپ خودشون برسونن به اصفهان و نیروهای حالا قزلباشی که دیگه از جنگ خسته شده بودن و سپاه دیگه در واقع سپاهی نداشت سلطان حسین، اونها رو با همین تیشه و نمیدونم قما و شمشیر که داشتن شکست بدن و برسن به کاخ شاه سلطان حسین و سلطان حسین رو هم دستگیر میکنن و به زندان میندازن. و خلاصه حدود 7 سال ایران به دست افاقنه و افغانها میفته که حالا بعد از به اصطلاح این مسئله اشرف افغان پسرعموی محمود افغان به اصطلاح جانشین او میشه، او رو به قتل میرسونه، جانشین او میشه و قضایای بسیار طولانی که منجر میشه به در واقع ظهور شخصیتی به نام نادرشاه افشار. تا اینجا به اصطلاح فعلا متوقف میشیم تا ما بتونیم برای انتقال وایس و صدا محدودی نباشه، چون بعد بقیهش رو از این قضیه انشالله در فرصتهای بعدی به سمع و نظر شما شنوندگان عزیز انشالله میرسانم. خدا یار و یاورتان باد. آمین یا رب العالمین.